سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در بازار مرغ و جوجه کوچه اصفهان. امروز چهارشنبه 27 آبان ماه و ساعت حدود 11 صبح. هفته پیش ولاگی از گردش در چهارشنبه بازار کوچه اصفهان قرار دادیم. اون ولاگ مربوط به بخش‌های محصولات محلی، میوه‌جات، خشکبار، پوشاک بود و تصمیم گرفتیم بخش مربوط به جوجه و پرندگان رو برای جلوگیری از طولانی تر شدن ویدیو در یک ویدیوی مجزا قرار بدیم. لینک اون ولاگ که دیدنش رو بهتون توصیه هم میکنیم در قسمت توضیحات این ویدیو قرار داره. بازار محلی کوچه اصفهان در روزهای یکشنبه و چهارشنبه در 3 بخش مال فروشان که در ورودی شهر در یک مکان مشخص برگزار میشه و مربوط به فروش انواع گوسفند، گاو و سایر دام هاست. بخش دوم بازاری که در مرکز شهر برگزار میشه و مربوط به محصولات محلی، میوه و تره‌بار و سایر مایحتاج خانواده است. و بخش پرندگان که این ولاگ مربوط به اون هستش در نزدیکی کمربندی کوچه اصفهان و در مقابل پارک شهر برگزار میشه و محل فروش انواع مرغ و جوجه، اردک، بوقلمون، باز، کبوتر و سایر پرنده های محلی به همراه تخم مرغ. در این بازار اشخاصی هستند برای پاک کردن پرنده های خریداری شده که شما مرغ خریداری شده رو تمیز و قابل مصرف به خونه ببرید. پارسال هم ولاگی از گردش در این بازار رو در کانال قرار دادیم که در پلیلیست مربوط به شهر کوچه اصفهان کانال ما موجود. لینک کامل این پلیلیست هم در توضیحات قرار داره. مرغ، جوجه، اردک و تخم مرغ محلی جزء جدایی ناپذیری از بازارهای سنتی گیلانه و علاقه مردم به خوردن محصولات محلی و سالم رو نشون میده. کوچه اصفهان مرکز بخش کوچه اصفهان شهرستان رشته که با شهر رشت یعنی مرکز استان گیلان حدود 27 کیلومتر فاصله داره. این شهر در همسایگی شهرهای لولمان، نشر، رشت و سنگر هم قرار داره. محصولات معروف کوچه اصفهان برنج، مرکبات، انواع سبزیجات، حبوبات و نوشیدنی‌های خوشمزه است. این شهر به دلیل قرار گرفتن در مسیر شرق گیلان به مرکز استان شناخته شده است. اگر شما هم مثل ما به دیدن زیبایی‌های استان گیلان و همچنین بازارهای محلیش علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. در ضمن در کانال آشپزی هم آموزش پخت انواع غذاهای گیلان در فضای روستایی رو برای شما عزیزان قرار میدیم. لینک اون کانال رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار دادم. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید. این چنده؟ 280. اون چنده؟ اون 220. 4 شیشته 24. تخم دوری چنده آجی؟ تخم دوری چنده؟ مرغ 8. خدا نگهدار. این چنده اردکی؟ اردک 7.
دونه چنده؟ 1,600. چنده اینا؟ آبل نداره. مرسی. جو 500. بودو کنم خیلی. بودو ایت جویا. بودو برد اینجوری بود. جوجه محلی اندازی سمنده جوجه کاکل سمید خیلی خوشگله یعنی جوجه جوجه هاشم کاکل در بده ولی چون باقیدن نیست که جوجه بزرگه من اندازی جوجه محلی کاکل اصلا این خروسه چنده؟ روز 410